فخری صاحب قند صدقه سرت شوم دیگه چی درد سر بدمد از راسته که مرا خدا پیدا کرده در این دنیا که مجرد هستم تا داره. چرا؟ صدقه عید شام شوم، صدقه برات شام شوم، صدقه نوروز شام شوم، صدقه سال نو شام شوم. امی که مجرد بودی به مزه یکیش ولگه بفهمی نمه تا خلاص و پوست کنده. فخری صاحب قند چی درد سر بدمت فهمیدی؟ فهمیدم. یک دفعه نگفتی نه. خب چی را فهمیدی؟ من نوست نگفتم. امیر فهمیدم که تو مجرد از این تا حال رفته مجرد. در این وطن که 20 لک نداشته باشی ولگه بوتای خسرت پیشش مانده به تو. این 5 لک شام از خاطر سیده قجان 15 لک نداشته باشی به خدا که دست خشور ماج بتونی. همین 5 لک دیگه شام از خاطر آبده کوسو میکنیم 10 لک نباشه تا آخر عمر تو مجرد میمانی. یک وقت سعی کنی که ریش سفید برفاری هم تو مجرد در گورستان تخطیط کردن برو کنم میرین اولاد است نیدی. فخری صاحب قندیم شو یک خو دیدم. چی خو دیدی؟ خو دیدم که دمی بیرون دروازه در زیر درخت یک پا 10 لک روپه گور از خصوبکی بیدار شدم رفتم همو پیسه را گرفتم خوب گفتم امیر برو کدام رفتی کدام جای خواستگاری و تا و بالا زامت هم کشیدی خو یک وقت نصیب ما بد از کدام سیاست در نصیب ما خواد شد که چراغش روشن. خلاص دیگه من کار نکنم او فل کنم مردیم او فل کنم مردیم تمام روز و نموره کتی صافی پاک کنم دیگه چی در دستم نمیشه. تشکر قربان دستایتان. از اینجا گفتم بیام این پیسه را یک کاکگی میکنم یک خرابات میکنم هم از این زن وطنی تر بیام میرم در هندوستان و نمولتا بیچاره مجرد آمه ساروسیام نکده میرم پیشنهاد میکنم. میرم پیشنهاد میکنم اگر مرا به غلامیش قبول کرد خلاص توبه و چیر هستی پیسه دار آمستی همون خفتنکی که دار کلکین بشینه دل نادانه که به خانه خلاص کل دنیا را میبخی. خب قصه کوتاه از اینجا رفتم من در سالونش رفتم و بسیار پذیرایی کرد بسیار یک خوب زن بسیار مردانه زن بسیار گل زن خود چای خواست و کیک و کلچه و میوه و ترا را خوردیم خاله گفت خلاص شد حال مرا گفت که بایی تو ما را کم کیایی من گفتم بلا هرچی میگوی بلا بگو مگم بایی نگو گفت چطور بایی نگو من گفتم کبابت هست و بریانت هست و آمده منو در غلامی قبول کن همسرت بشو کده داروسی میکنم. قربان سر کلت شما فخری صاحب کمی نام آروسی را شنید که یک 5 دقیقه زوب زوب لطا از خنده زوب زوب میشه خندهش چوب شد میگه بای تو باری با بنگی. باش که پارسی بگویم کلگی بفهمه گو بچه من به جای مادرت هستم از من جوانی گذشت حال من گاروسی نو میکنم تو برو پس دم وطنتان دولتتان ما کم بگی که برات زن کنم. من گفتم در وطن ما خو یک من مجرد نیستم کل ملک ما را مجردین گرفته هر سنگ وردا زیرش 20 مجرد خیز میزنه. او یا گفتم تویانه بلند هستین اما تو سربداغ مانده کلگیش گفت که تو راست یک مجرد تو یکی بچه مامایت یکی بچه خالت یکی بچه کاکایت یکی همسایت یکی او همسایت یکی در سر کوچه یکی در بالا سر کوچه یکی از نایتان یکی حوزهتان یکی از منطقهتان یکی از شهرتان 500 تا مجرد هم از مزار بتل 500 تا را از ایران بتل 500 تا از بدخشان 500 تا از تخار 500 تا جلال آباد 500 تا خوست اینم تو کلتان شوید دمی کابل یک مظاهره را بلان به مظاهره مجردین برای پرده کلتان به یک صدا بگوید که ما زن میخواهیم. باز بگوید ما زن میخواهیم. گفت
تو وقت که صدایتان در گوش علمایتان در گوش وکیلتان در گوش رئیستان در گوش صدراعظمتان در گوش وزیرتان رسید غمتان میخوره. اینمیست که غمتان خورد از وطنتان شکر ملک اسلامیست فحشا گم میشه یکی یک چک چک از خود رمیست. از وطنتان گم بغیرتی گم میشه، مفعولیت گم میشه، جامعه تان پاک میشه. آخر دیدم که زنکه بیتاب شد گفت خاک در سرتان کتی مجردایتان. دیدم کمی بیچاره قار نشه بیا که گمش که آقا کاسم گفت بیاب نشی همون یه نر بکنم بر آمد و بین از خو بیدار شدم آمدم به قصه را در شما گفتم.